هیئت آمریکایی در راه اسلام آباد و ایرانیان آرام قرار در تهران. قرار است جی دی ونس تا ساعت برای مذاکرات فردا با ایران وارد اسلام آباد شود. ایرانیان اما مذاکرات در سایه تهدید را نپذیرفتند و قالیباف میگوید که ترامپ تلاش میکند با استفاده از محاصره دریایی و نقض آتش بس میز مذاکره را به میز تسلیم تبدیل کند و از این وضعیت به عنوان بهانه برای آغاز جنگ جدید بهره ببرد. سلام، به تحلیل یک با من اسماعیل سادات خوش آمدید. مهمان من دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه روابط بین الملل است. سلام آقای فاطمی، وقتتان بخیر. هیئت آمریکایی به اسلام آباد میرسد و ایرانیان هنوز هم در تهران هستند. به نظرتان چی میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام با شما آقای سادات و بیننده های برنامه خبری شما. خب تا به حال این تایید نشده. رسانه های پاکستانی میگن که هیئت آمریکایی هنوز از امریکا پرواز نکرده، یعنی نشان میتن که از امریکا پرواز صورت نگرفته. اونا همچنان منتظر کلیرنس از پاکستان هستن که پاکستان برشان بگه که آیا قادر بودن که ایران رو به این متمایل کنن که اونا بیان. اینطور نشه که هیئت آمریکایی در اسلام آباد تا شود در اتاق خالی نه، چرا که ایرانی‌ها این جمله را استعمال کردن که اگر امریکا میآید در اتاق خالی بشینه ما در اونجا حضور پیدا نمی کنیم. بران امریکایی نمیخواد که با همچین چیزی روبروی شوند. تا بال هیئت سفر آغاز نکرده، با مجرد که پاکستان اطمینان برشان بده که اینا موفق شدن ایرانی‌ها را قناعت بتن که او هم مربوط امریکایی ها است. اگر امریکایی ها با اینا اطلاع بتن که بله ما کشتی ها را از تنگی هرمز به عقب بردیم و کشتی ایران که گرفته بودیم نه تنها که او را رها میکنیم، در اون مورد معذرت هم میخوایم که کار درست نبود، اشتباه هم صورت گرفت، چرا که بسیاری کشورها ایران انتقاد کردن. از این بابت باز ممکن میشه که ایران بگه که ما حاضر هستیم هیئت روان کنه و این هیئت از اینا هم از اینجا سفر کنن و ممکن روز چهارشنبه باز نشست از اینا صورت بگیره و اینا با هم بشینن. اگر فرضاً این کلیرنس امریکا نته، هیئت ایرانی ممکن نیست که بیای. بنان آمدن هیئت پاک امریکایی بیهوده است و امی زحمتشان هم بیهوده است و یک خجالت بزرگ سیاسی را در جهان برشان روبروی خواهد کرد. از امی بابت اونا اقدام فکر میکنم فعلا نمیکنن. سپاس آقای فاطمی. در صورت که مذاکرات برگزار نشود انتظار چی میره؟ انتظار از این میره که در نشستی که دیروز پریروز در شورای امنیت امریکا صورت گرفته با او مواجه میشیم. در اونجا وقتی که شورای امنیت از نشست و بر شما معلوم است که در حدود 7 نفر شخصیت های هم نظامی هستن، هم استخباراتی هستن، هم امنیتی هستن و هم وزیر دفاع در او است، وزیر خارجه در او است، وزیر استخبارات امریکا در او است و خود دونالد ترامپ است. 7 نفر هستن. اینا همین نشسته که داشتن در اونجا دونالد ترامپ اشاره داد که اگر ایران ایده بار سرکشی کنه ما جز از این که ایران باید نیست و نابود کنیم دیگر چاره نداریم. وقتی که از پیش پرسان شد در شورای امنیت که نیست و نابود مطلب چیست، اجازه استعمال کودهای اتمی را کرد. دونالد ترامپ خواستار اجازه کودهای اتمی شد، یعنی کودهای اتمی را که اگر در اختیار جمهوری گذاشته شود او باز میتونه که فرضاً یک کد یک بم است، دو کد دوم دیگه بم است. در اینجا یگانه کسی که در مقابلش ایستاده شد جنرال دنکین بود و جنرال دنکین برش گفت که ما فعلا از صلاحیت دفاعی و قوانین دفاعی امریکا کار میگیرم و در مقابل تو در اینجا استاده میشم و برات میگم که اجازه را هرگز به تو نمیتیم که تو از کودای اتمی استفاده کنی. و با مجرد این حرف میزنه از شورای امنیت میبره و اتاق ترک میکنه. تحلیلگرای سیاسی بین‌المللی موضوع را طوری که موضوع را الکساندر رایو راپور داد و او در اینجا تحلیل خود چنان کرد که بار اول در 250 سال تاریخ امریکا شاید کودتای نظامی در امریکا صورت بگیره. اگر دونالد ترامپ پافشاری کنه که میره به اتم استعمال میکنه و ایران از بین میبره، شاید کودتای نظامی در امریکا صورت بگیره تا دونالد ترامپ خلق قدرت کنن و ایره از قدرت اوسو کنن. قبل از اینکه این اقدام صورت بگیره اینا کوشش کردن که کانگرس و سنا را بگن که مسئولیت حقوقی و قانونی تان انجام بتن یا جلوی از این بگیرن و یا برطرفش کنن. اگر کانگرس و سنا موفق به این نشدن که جلوی از این آدم بگیرن، ممکن که نظامی ها دست به کار شوند، چرا که نظامی ها میگن
اما جمله انگلیسیشان enough is enough، بس از کاسه صبر لبریز شده. 80 جنرال برطرف کردی، هر جنرال به تو مشوره صائب داد، تو مشوره را نگرفتی. این بار جنرال دنکن کاملا استاده است و برش گفته حکم فرمان نظامی تو قابل پذیرش نیست و این کدام ماده‌ای که در سیستم دفاعی امریکا وجود داره او را برش استعمال کرده. گفته که به اساس اینی قانون تو سلب صلاحیت هستی و ما صلاحیت خود کار میگیرم و به تو اجازه استعمال تکمه اتمی و کد اتمی را نمیتم. یعنی امریکا دونالد ترامپ این پروگرام داشته که اگر بدانه که به ناکامی روبروی است و دیگر رای نه، چرا که پلان امریکا به ذریعه پاکستانی است جنگی را که در میدان جنگ باختن او را در بالای میز با ایران بقبولانند و ایران را به این مجبور کنند که جنگ بردی خود ناکامی تسلیم کنند و اونجا شرایط امریکا را بدون از که جنگ باخته باشه شرایط بپذیره. او میگه من جنگ باختیم، من چرا شرایط بپذیرم؟ من از چه خاطری چه قربانی دادم، از خاطر چی 40 روز ملت من اینقدر زجر کشید، از خاطر که پس بیایم او را بالای میز مذاکره ببازم. بنان من حاضر نیستم بالای میز مذاکره را ببازم، من نمیایم و تیاری خودم میگیریم. اگر میایی باز دوباره برای جنگ خدا بیارد ما حاضر هستم که با تو بجنگم. این مقطعی است که دونالد ترامپ ناکامی مطلق خود میبینه. از امی بابت است که او حال در کوشش ازی است که اگر این کار نشه دیگه من ایران سخت میزنم و او را جلوش جنرال دنکن گرفته و ممکن که اگر دونالد ترامپ دایی پافشاری کنه یا ایست که کانگرس باید دور از خلق قدرت کنه. اگر کانگرس نکنه شاید 3 بار میگم که بار اول در 250 سال تاریخ امریکا اردوی امریکا به این مجبور شود که یک حکومت نظامی را اعلان کنند، دونالد ترامپ اوزو کنند، پس برای کانگرس بگویند که فرزند جمهوری بعدی را تعیین کنند و بعد از او اردو پس از سیاست بیرون برای و نظام به دست مثل جی دی ونس یا کسی دیگر افتاد بیفته. آقای فاطمی، یک عضو مجلس شورای اسلامی ایران گفته این بار اگر آمریکا و ایران حمله کنه شهرهای آمریکا آماج حمله های ایران قرار خواهند گرفت. چه فکر میکنید؟ آیا این بار جنگ به شهرهای آمریکا خواهد رسید؟ بله، در صورتی که اگر اونا تهدید اتمی کنن، تهدید اتمی برای امریکا وجود داره. میزایل ها را به دست آوردن. به شما در این مورد ما کافی تشریح دادیم که اسلحه DF-5B چینایی که 13,000 کیلومتر فاصله را طی میکنه، RS-28 سارمت روسی که 18,000 کیلومتر، یعنی به کلی این اسلحه هم میتونه امریکا را بزنه. و میزایلای کره شمالی هم است که حتی کره شمالی میگه که افتخار برای ما ببخش، تو صرف بگو که بزن من میزنم. بنان امریکا به این میفهمه که ایران عالی صلاحیت داره که بزنه. اگر اونا میاین یک مملکت از بین میبرن، باز اگر اینا خاموش میمونن اینا جرم تاریخی را مرتکب میشن. به نظر من ایران خو عالم به حساب از سستی کار گرفته. وقتی که چانس ازی را داشتن که کشتی جرالد فورد از بین ببرن، چرا از بین نبردن؟ وقتی اینا چانس داشتن که کشتی های مثل ابراهام لینکن از بین ببرن، چرا گذاشتن که اونا منطقه را ترک بگوین؟ خب آقای فاطمی چرا از بین نبردن؟ دلیلش چی بوده؟ اینمی من سوال میکنم که چی دلیل باعث ازی شد که ایرانی کار نکرد که همون کشتی ها باز بالای جانش است. این به معنی ترس از این نیست که آمریکا سلاح هسته‌ای بالای ایران استفاده خواهد کرد و ایرانیان یعنی به نحو خواسته باشن خشتنداری کنن؟ بله، این امکانات داره، مگر من فکر میکنم که برای اتم امریکایی ها حاضر نیستن که چرا کل غربی ها میگن که اگه این کار صورت بگیره یک جنایت بسیار بزرگ تاریخی صورت میگیره که هیچ نسل بعدی امریکا را معاف نخواهد کرد. از این بابت اونا اروپایی ها به این فکر هستن. تمام صدراعظمای کشورهای بزرگ اروپا، جرمنی، انگلستان، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، کلگی به این نظر هستند که دونالد ترامپ باید در این مقام باید نباشه. اونا حالی به این نقطه رسیدن. نتانیاهو باید در این مقام نباشه. نتانیاهو کسی شما صحبتای کاندید رئیس جمهوری قبلی را که معاون جوی بایدن بود، خانم هندی، او صحبتایش اگه شنیده باشین دیروز او با وضوح گفت که این رئیس جمهور
باعث خطر برای امریکاست و داره امریکا را در ورطه هلاکت میندازه، باید جلوش گرفته شود. بنان کلگی میفهمند که یا ایست که مجنون شده، خلل دماغی داره، و یا ای است که ای آنقدر زیر فشار نتانیاهو است که نتانیاهو خودم غرق میکنه، تباه میکنه و اینا هم تباه میکنه. بنان جلوی ازی به هر صورت که از باید گرفته شود تا اسلحه اتمی. اگر فرزند جنرال ها اجازه نتن، خو انشالله این ممکن است که وقتی که کد اتمی برای جمهور سپرده نشه، در زمان که استعمال میشه مو کد اتمی یا مو تکمه سرخ که میگن، او تکمه سرخ سپرده میشه که او فشار میته و بم اتم استفاده میکنن و او در پیش یک کمیسیون امنیتی میباشه، پیش یک فرد نمیباشه. اینا همو کمیسیون تصمیم میگیره که ایره برای جمهور بتن، اگه اونا نتن رئیس جمهور بم اتم استعمال کردن نمیتن. بسیار تشکر. و تحلیل شما آقای فاطمی چی از سناریوهای بعدی چه خواهد بود؟ 24 تا 48 ساعت آینده همه چیز روشن خواهد شد، جنگ یا مذاکرات؟ تا همین دقیقه پاکستانی ها تلاش دارن که به هر صورت ایران قایل کنن و از امریکای ضمانت بگیرن، طوری که من در چیز گفتم در برنامه دیروز که در یک مرحله دونالد ترامپ که بلومبرگ راپور داد که دونالد ترامپ گفت که مذاکرات اگر پذیرفته نشه تا روز چهارشنبه من ایران از بین میبرم. اما بعد دوباره خبر دیگه آمد که او را رسانه‌های پاکستانی داد که گفت که دونالد ترامپ پذیرفته که هم کشتی خود عقب میبره و هم کشتی ایران رها میکنه، بنان هیئت ایرانی میاد. اگر این به این صحبت ها اینا موفق شوند، ایران بیا جنگی صورت نمیگیره. اما اگر نبیا جنگ حتما صورت میگیره. امریکا دوباره حملات خود آغاز میکنن، اسرائیل از این مقطع استفاده میکنه. جنگ مقطعی دیگری در راه هست و فکر میکنم که این جنگ هم قدر طویل نخواهد بود. یک زور خود میزنن، اما چون او تسلیحات لازمی را که در منطقه سورن، چرا که امروز صبح وقتی که ما امروز صحبت میکنیم، امروز کشتی های امروز تیاره های C-17 گلوبال ماستر در کشورهای عربی تا شده و میگن که تسلیحات نظامی را آورده، یعنی سیستم‌های دافع هوایی جدید به منطقه وارد کردن که این نشان میده که اونا آمادگی جدید میگیرن. در این حال ما شما در منطقه متوجه هستیم که کشورها از امریکا فاصله میگیرن، مثل عربستان سعودی داره با چینایی‌ها در حالت صحبت است که من پکت نظامی با امریکا را ختم میکنم، با تو نزدیک میشم. امارات متحده عربی دو روز عبدالله خالق عبدالله یکی از رهبران سیاسیشان اعلان کرد که ما از پکت نظامی امریکا بیرون میبریم، خود ما با شکل مستقل خود تمویل میکنیم از لحاظ نظامی و دیگر در منطقه ما عساکر اینا رو نمیخوایم. بنان این نشان میده که ترن ها در منطقه تغییر پذیر است و امریکا مجبور است که باز به او تن بده و با میز مذاکرات دوباره بیاید و یک راه حل را بکشه. دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه روابط بین الملل، از حضورتان در تحلیل امشب سپاسگزار هستیم. پایان تحلیل یک امشب. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.